سلام. امروز 27 می چهارشنبه عید قربانه. قراره که با سالی بریم یک تور استانبولگردی، چون ترافیک نیست. فوق‌العاده است برای گشت و گذار داخل شهر، تنگه بوسفور اونورا با موتور. و اینکه تجهیزاتمون رو همه رو آماده کردیم. امروز با وسپا میریم که تو شهر خیلی راحت تره. سالی آماده ای؟ بله. نهار چی قرار بخوریم؟ ریحون، چلو کباب. چلو کباب قرار بزنیم. بریم ها دیگه تعدادی نشده. بریم. خب داریم که خیابان بغداد میریم به سمت در واقع کادیکوی. از اونجا وارد لاین ساحلی میشیم و میخوایم که از روی پل بوسفور، پل اول، رد بشیم بریم به سمت قسمت اروپایی استانبول. سمت چپ ما استادیوم تیم فنرباغچه است که الان دومن تو جدول، همینجاست. از قسمت کادیکوی وارد کنار تنگه بوسفور شدیم، محله اسکودار. نمیدونم از اینجا برج گالاتا رو شما هم تو دوربین میتونید ببینید یا نه. همینجور کسکولسی یا همون قلعه دختر که اون وسطه. اون طرف شبه جزیره تاریخی استانبوله. دیگه خیلی نزدیک شدیم به قلعه دختر. یه جریانی داره افسانه‌ای، واقعی نیست. میگن که یک پادشاهی واسه اینکه دخترش از در واقع ترور رو اینا دور بمونه، این قلعه رو براش میسازه وسط تنگه بوسفور که هیچ کسی نتونه به دخترش دست پیدا بکنه. ولی یک روزی داخل غذایی که از راه ساحل براش میفرستن، داخل اون حالا بسته سبد هر چیه بوده، یک مار هم میفرستن و دختره رو مار نش میزنه و میمیره. حالا این هم یه جریان افسانه‌ای قلعه دخترم از این قراره. این قسمت استانبول خب همیشه ترافیک داره، امروز هم مضاعفه، چون باز حالا الان خیلی خوبه. آخر هفته شما اینجا بیاین کل این خیابون میلیمتری حرکت میکنن، ولی خب تنگه بوسفور رو میتونید ببینید. اینجا هم یکی از برجای مراقبت در واقع بحث هواشناسی و بحث کنترل تنگه بوسفوره. سمت چپ و مرکز محله اسکودار داریم نزدیک میشیم. متاسفانه یا حالا خوشبختانه نمیدونم، پلاکای شهرستان اونقدر زیاده امروز باعث ایجاد ترافیک مضاعف شدن و این خودش یکی از مهمترین پارامترها برای تصادف موتورسواراست، چون اینا به جای اینکه حواسشون به راه باشه معمولا حواسشون به منظره است. یهو وای میستن، یهو دور میزنن، یهو جا پارک میبینن میزنن رو ترمز. یعنی در واقع حرکت‌های بسیار غیر منتظره‌ای ممکنه هر لحظه از این مدل راننده ها سر بزنه. حالا نه فقط پلاک شهرستان، پلاک سیواس بود 58، همینطور پلاک‌های خارجی و باز ماشینای رنتی. ماشینای رنتی هم خیلی مهمه. معمولا ماشینای رنتی یک چیزی دارن، قاب پلاک مخصوص اون شرکت رو دارن. اونجا شما میبینید که متوجه میشید که ماشین رنتیه و باید خیلی بیشتر به حرکتاش دقت بکنید. اینجا
میدون مرکزی در واقع ساحلی اسکودار هست. بسیار پر رفت آمد مترو، مارمارای، واپور، همه وسایل نقلیه عمومی اینجا هستن. همینجور اتوبوس‌های بسیار زیادی اینجا هستن و به شدت شلوغه. این خانمم سبز شد میخواد که برگرده. بله برگشت. خیلی توجهی به چراغ نمیکنن یه تیکه، چون هم توریست خیلی زیاده، هم مردم میگم اونقدر حواسشون اینه که به مترو برسن، به کشتی برسن، اینه که یکم اینجا همچین همیشه یک کائوسی در جریانه. اینجا محله کوزگونجوک هست. این خیابونش خیلی معروفه. کوزگون به معنی کلاغه توی ترکی. محله‌ایه که در واقع الان چرا اسمشو گذاشتن به کلاغ، اینجا هم اسمش کافه کوزگونه. می‌بینی عکس کلاغ گذاشته برای لوگو. خیلی محله پرطرفداریه، توش پر کافه‌های خیلی باحاله، مخصوصا سمت راست اون خیابونی که نشونتون دادم. بسیار پیاده روی توش دلچسبه. سمت چپ هم که عمارت‌های فوق‌العاده لوکس تنگه بوسفور که می‌دونید معمولا اینا فروشی نیستن. 99% اوقات خانواده‌های خیلی در واقع اصلا نسبدار و قدیمی ترکیه صاحبای اینا هستن که نسل به نسل منتقل کردن. چند وقت پیش یه شایعی شد یا نمیدونم آیا به واقعیت پیوست یا نه، به یکی از اینا مثلا قرار فروش بره و یه قیمت حدود فکر میکنم 110 میلیون دلار، 120 میلیون دلار یه همچین چیزی براش گذاشته. قسمت پولو داریم بهش نزدیک میشیم. ما اول از زیر پل رد میشیم، بعد دور میزنیم و میریم روی پل. از محله کوزگونجوکتر اومدیم به سمت بیلربی میریم. محله بیلربی هم از محله خیلی قدیمی و معروفه، همونجوری که تو تابلو هم دارید میبینید. این قسمت اداره اطلاعات، یکی از ساختمان اداره اطلاعات استانبول، دقیقا زیر پل. پشتش هم یه دبیرستانیه که خانواده سابانجیک هست، در واقع خانواده های سوپر میلیاردر ترکیه هستن، اهدا کردن، در واقع اون ملکشون اهدا کردن که اونجا یک دبیرستانی احداث بشه و دبیرستان سابانجی هست. از تونل رد میشیم و بعدش دور میزنیم میریم روی پل. داریم میریم به سمت کاراköy، سمت چپ و راست بناهای تاریخی استانبول. سمت چپ باغ دلمباهچه هست، موزه جواهرات استانبول اینجاست. بسیار توصیه میکنم بیاید ببینید، خیلی خیلی دیدنیه. من سال 2000 رو فکر میکنم 10 یا 11 بود که برای بار اول به تنهایی اومدم استانبول. اون موقع تمام موزه های استانبول رو، اونایی که جای تاریخیشو، موزه هاشو، اونایی که مورد علاقه بود همه رو دیدم. منم همون موقع دیدم، دیگه ندیدم. در خیلی قشنگ باغ دلمباهچه هست. جلوتر سمت راست استادیوم تیم بشیکتاش رو خواهید دید. تیم بشیکتاش امسال خیلی اوضاع احوال همچین مناسبی نداره، فکر میکنم پنجم ششم یه همچین چیزی هست توی چی میگن لیگ. ما از این بغل یه سوری خوردیم اومدیم جلو. آره استادیوم بشیکتاش زمانایی که بازی نیست، تابستونا
برای کنسرت چیز میکنن، تغییر کاربری میدن. مثلا فکر میکنم تو ماه آینده، تاریخ دقیقش یادم نیست، کنسرت آندرا بوچلی، تنور معروف ایتالیایی، اینجا قرار اتفاق بیفته. پارسال اومد، خیلی استقبال شد، ما هم اومدیم، خیلی خیلی خوب بود. حتما تو این ویدیو یه بخشی از ویدیوی کنسرت رو میذارم، از ادیتور عزیزم میخوام که بذاره در واقع. این خط تراموا اینجا ایستگاه کاباتاش بود که رد شدیم. ایستگاه واپور هم داره. لعنت بر اسکیت بازان که خلاف راه میان. این خط تراموای کاباتاش از اینجا میره تا مسجد سلطان احمد که توی اون در واقع شبه جزیره تاریخی استانبوله. سمت راست ما الان یه ذره جلوتر میرسیم، این تقاطع جلوتر سمت راست که راهی هست، شاید تو تابلو ببینید، محله جیهانگیر هست. محله جیهانگیر بخوام مثل تهران بگم یه چیزی مثلا نمیدونم مفتح صنایع، اون طرفا سهروردی، اون براست که همه بازیگرا که تو فضای هنری هستن، نه اونایی که دنبال قسمت لوکس داستان هستن، اینجا زندگی میکنن. خواننده هاشون، سلبریتی هاشون، خیلی هاشون خونهشون اینجاست و بسیار محله پرطرفداریه. از پشت جیهانگیر وصل به میدان تقسیم، خیلی دیدنیه، پر از کافه های به قول خودمون انتلکتیه. کسایی که این سبک رو دوست دارن میتونن اونجا برن استفاده کنن، خیلی دیدنیه، قشنگه. فقط یه مشکلی که داره توش پر از پله و چیزه، بالا پایینه، کوچه های خیلی شیبدار تند، چون میدان تقسیم یه تپه بسیار بالاتر از این سطح دریا که ما الان هستیم. همین سمت راست اگه ببینید کوچه هایی هستن که پله های خیلی زیادی دارن که وارد محله کوچه های جیهانگیر میشن و از پشتم میتونید وصل بشید به تقسیم. سمت چپ گالاتا پورت، قسمت های اداریشو، چون یک سری دفاتر اداری داره و همینطور داخلش قسمت فروشگاهش هست، یعنی اون قسمت مالش. زیر گالاتا پورت یک در واقع ترمینال ورودی به ترکیه هست، مثل ترمینال های توی فرودگاه میتونید در نظر بگیرید. پاس چک اونجاست، کنترل اونجا انجام میشه و از زیر این منطقه تفریحی که مال و رستورانا و اینا کنار دریا هستن، مردم از کشتی ها وارد زیر اونجا میشن، رد میشن، کنترل انجام میشه، پاسپورتاشون مهر میخوره و وارد ترکیه میشن. اینجا در واقع اومدیم از اینجا به سمت رستوران ریحون بریم. بسیار اینجاها میگم پر از کافه های باحال، آنتیک فروشی، خیابونه خیلی بامزه ایه. توی رستوران ایرانی به نظر من رستوران ایرانی استانبول رو دست ریحون نداریم. همه رو تست کردم، ریحون با اختلاف بهترینه. یعنی هر کسی که مدعی جای دیگه میشه غذای ایرانی بهتر پیدا کرد، به نظر من باید دوبار فکر بکنه، چون رو دست ریحون نداریم. ما هم مثل همیشه پکمون هم اینجا مشخصه، سفارش که میدیم استاندارده، یه میز قاسمی، یه سالاد شیرازی بزرگ، نومان پیشمزه میاد. از اون جاتون خالی، چلو کباب سلطانی میخوریم. چلو کباب اومد، همینو میتونم بگم. اگه با ما کاری نداریم ما بزنیم چون سرد میشه. فوق العاده است سلطانی.
سالی که اصلا هیچ توجهی هم نداره. آخه زردم نباید سرد. آره بزن جاتون خالی. سالی داره قش میکنه، میخوایم دسر رو بگیریم. سالی قش میکنه. جاتون خالی. چلو کباب زدیم مثل همیشه. عالی فوق العاده بود. بعد ما معمولا یک سلطانی میگیریم با هم میخوریم. امروز چشمون مثل که خیلی گرسنش بود، 2 تا گرفتیم نتونستیم بخوریم عملا. باز زیاد اومد. خوردیم. حالا نمیخواستم بگم آره ما 2 پرس چلو کباب سلطانی خوردیم. یه دروغ بلاگری خواستم بگم. میخواستم بگم مثلا رژیمیم نخوردیم. خوردیم. من نمیدونم چی خوردیم. سالی به نظره آره. بعد قرار شد که رولت و نوخامه ای رو که جزء لاینفک ریحونه برای من حداقل چیز بگیریم، چی میگن، پاکت بگیریم ببریم یه کافه‌ای که میشینیم اونجا بخوریم. ولی از اونجایی که فالوده بستنی رو نمیشه برد، فالوده بستنی برای اینجا گرفتیم. توصیه میکنیم که حتما بزنید چون این فالوده بستنیش هم باز یه فضای دیگه ایه. آره سالی اگه من توی ویدیوی بعدی گفتم که اینو نتونستیم کامل بخوریم تابلو نکن خب. اوکیه خیلی. اینجا محله پراس میشه تقریبا به موازات خیابون استقلال به سمت گاراتا تاور. ما هم داریم یه ماشینه چه باحاله. میبینید اینجا حمام همه جا پر کافه است. بالاخره رسیدیم زیر گاراتا تاور. آسمون هم قشنگه.